بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود. بنده حسینم از نوع اصالتش. انشالله که حالا دلتون خوب و پر انرژی باشه. با جلسه هفتم پایتون قرار بریم بتر کنیم با هم دیگه، به امید خداوند متعال. این جلسه قرار چیز جالبی یاد بگیریم که لذت میده به برنامه نویسیمون، یعنی کامل ترمون میکنه نسبت به جلسات قبلی. خیلی خیلی کامل ترمون میکنه. وارد کنسول میشیم. ما انتظار داریم که این جلسه قبلی رو حتما یاد گرفته باشید. جلسه قبلی ما عملگرهای مقایسه‌ای رو داشتیم که این عملگرها دو تا متغیر رو با هم دیگه مقایسه می‌کردن. سفر یه مقدار تمیز کنیم و یه توضیحاتی داده باشیم. ما به عنوان مثال سن علی رو داریم با سن ساناز. چقدر ساناز رو زشت نوشتم. خب سن علی رو به عنوان مثال میذاریم 25، سن ساناز هم مثلا میذاریم 20. ما یاد گرفتیم که میتونیم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. مثلا میتونیم بگیم که آیا سن علی بزرگتر از سن سانازه؟ آیا این دو برابرن؟ آیا کوچیک‌ترند؟ آیا اینا چی هن؟ آیا نابرابرن؟ 6 تا عملگر بود جلسه قبلی یاد دادیم. حالا میخوایم توی پایتون یک سورسی بنویسیم که بیاد اینا رو با هم دیگه مقایسه کنه و به ما اطلاع بده، یعنی پرینت کنه برامون. یعنی بگه که اگر سن علی با سن ساناز برابر بود برامون بگو اینو، یعنی بگو که سنشون برابره. و اگر سن علی بیشتر بود بیا بگو سن علی بیشتره و کوچیک‌تر هم بود همینطوری. حالا این توی پایتون به چه شکله؟ توی پایتون ما 3 تا کلمه داریم به اسم if به معنی اگر، به اسم elif به معنی و اگر، و به اسم else به معنی در غیر این صورت. ما برای نوشتن شرط ها حتما باید با if شروع کنیم. یعنی شما اگر ایفی نداشته باشید نمیتونید از الیف و الز استفاده کنید. پیش نیاز الیف و الز ایف هستش. تا اینجای کار اوکی؟ بعد از ایف شما باید اون متغیرهاتون رو با هم دیگه مقایسه کنید که این یعنی اگر سن علی برابر بود با سن ساناز. شما وقتی عملگرهاتون رو نوشید، یعنی دو تا متغیر رو با هم دیگه مقایسه کردید و تموم شد شرطتون، باید حتما با 2 نقطه به پایتون اطلاع بدید که آقا شرط من تموم شد و میتونی بلوک شرط من رو اجرا کنی. وقتی 2 نقطه میذارید پایتون میفهمه که بلوک جدیدی داره و برای وارد شدن به اون بلوک شما باید یک تورفتگی در پایتون ایجاد کنید. یعنی شما بیاید زیر ایف 4 تا اسپیس بزنید، فاصله بندازید و اگر شرطتون درست بود کدتون اینجا اجرا بشه. به عنوان مثال پرینتتون اینجا باشه. شما اگر فاصله نزنید پایتون بهتون ارور میده، چون نمیفهمه چی رو باید اجرا کنه. پایتون خط به خطه، یعنی میاد میگه که اگه سن علی برابر این بود و این شرط درست بود من چی رو اجرا کنم. این چی با فاصله مشخص میشه. شما 4 تا فاصله بزنید پایتون میفهمه که اینا رو باید اجرا کنه و اگر نزنید نمیتونه بفهمه. الیف به معنی و اگره، یعنی پایتون میاد شرط اولتون رو چک میکنه، اگر درست بود تو رفتگی ها رو اجرا میکنه، ولی اگر نادرست بود میاد میگه خب حالا چیکار کنم، که شما اینجا می نویسید و اگر سن علی کوچکتر از سن ساناز بود. ای بابا سن دیگه اون سن بخونید خودتون، من پاک نکنم از اول بنویسم، خدا خیرتون بده. سن ساناز بود، بیا این بلوک رو برامون اجرا کن. مثلا پرینت کن که آقا سن ساناز بزرگتره از سن علی، ولی در غیر این صورت. حالا پایتون میاد اینو چک میکنه میبینه نادرسته، اینم نادرسته، پس هیچ کدوم اجرا نمیکنه. پس شرط آخری داریم به اسم else. else یعنی در غیر این صورت، یعنی اگر اون دو تا بالایی نادرست بودن یا 3 تا بالایی یا 4 تا بالایی، چون شما میتونید نامحدود الیف بزنید. الیف برای یک چیز منحصر به فرده، یعنی شما فقط یک شرط رو میخواید. ولی اگه براتون مهم نیست که بعد ایف چه چیزی قرار اتفاق بیفته میتونید از else استفاده کنید. بریم تو دل کار تا یاد بگیریم. شاید این توضیحات یکم گنگ باشه ولی تو دل کار قطعا یاد میگیریم که چی به چیه.
ما مثالی که زدیم و توی خود پایتون تعریف میکنیم. سن علی 25، سن ساناز خانم 20. ما ایف رو یاد گرفتیم که اولویتمون با نوشتن ایف بود، یعنی اگر ایف نداشته باشیم الیف و الزی کار نمیکنه. پس می نویسیم ایف اگر سن علی برابر بود با سن ساناز، که شرطمون تمام شد، دو نقطه یادتون نره، دو نقطه رو میزنید و اینتر. اینجا میگه که آیا شرطتون تموم شد یا شرطتون ادامه داره، که شما حتما باید فاصله بزنید و وارد بلوک ایف بشید، که ما 4 تا اسپیس میزنیم. استانداردش 4 تا، شما میتونید 2 تا، 3 تا، حتی یکی هم بزنید، ولی استانداردش 4 تاست برای خاناتر بودن. حالا شما هر چند تا دوست داشتید بزنید. پایتون میاد اجرا میکنه که اگر سن علی برابر سن ساناز بود چیکار کنم برات. ما می نویسیم پرینت کن که سنشون برابره، سن این دو برابر است. وقتی اینتر زدیم دوباره میگه آیا شرط دیگه ای داری یا خیر، من همینو برات چک کنم. ما میگیم داریم. و اگر سن علی کوچکتر از سن ساناز بود، بیا اینا رو برامون اجرا کن. که مثلا بنویس سن علی کمتر است از سن ساناز. ما اینجا میتونیم هم الیف بزنیم هم الس، ولی این حالت، این دوتا متغیر ما کلا 3 حالت داره، یا برابره، یا سن علی کوچیک‌تره، یا سن علی بزرگتره دیگه. پس نیازی نیست ما کدمون رو سنگین کنیم، همون الس کفایته. در غیر این صورت بیا برامون پرینت کن که سن علی بزرگتر است از سن ساناز. حالا یه توضیحی بدیم خدمتتون. طبق چیزی که توی نقاشیامون گفتیم، ایف یعنی اگر، عملگرها رو جلسه قبلی یاد گرفته بودیم، میاد چک میکنه اگر سن علی برابر بود بیا این تو رفتگی رو برام اجرا کن. ولی اگر این شرط ما نادرست بود دیگه نمیخواد اینو اجرا کنی، بیا شرط بعدیمون رو چک کن. و اگر این درست بود بیا اینو اجرا کن، ولی اگر اونم نادرست بود دیگه بیا اینو اجرا کن دیگه داداش. که میاد اجرا میکنه برام. یه اینتر بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید میاد پایتون ستاش هم چک میکنه و میبینه کدوم درسته و این رو برامون تایپ کرد. نوشت سن علی بزرگتر است از سن ساناز. حالا این کجاها به کار میاد؟ توی یه جلسه قبلی گفتم که برای بازی ها و ربات ها شما یک موجودی دارید، یک امتیازی دارید توی بازی. برنامه نویس میاد با این شرط ها این کارو میکنه. مثلا مینویسه اگر موجودی کاربر بزرگتر یا برابر فی آیتم بود، فی آیتم ما میشد موجودی اون آیتمی که میخوایم توی، یعنی مبلغ اون آیتمی که میخوایم توی بازی خریداری کنیم. میاد این دوتا رو با هم چک میکنه. به عنوان مثال موجودی شما توی بازی 4000 و فی آیتم برابر است با 5000. برنامه نویس میاد میگه اگر موجودی کاربر بزرگتر یا برابر فی آیتم بود، یعنی مبلغش، موجودیش با مبلغ اون چیزی که میخواد بخره به حد نصاب رسیده بود، بیا بنویس که تو میتونی اینو بخری مثلا. ولی غیر این بود بیا پرینت کن که موجودی کافی نیست، که با این ارور خیلی آشنایید توی سایت ها، توی صرافی ها این ارور همیشه به چشم میخوره. و الان میاد تایپ میکنه برام. شما الان ساز و کار این بازی ها رو فهمیدید که چطوری نوشته میشه. ما تا این جلسه فقط خواستیم توضیح بدیم بدون مثال و تمرین، ولی جلسات بعدی فکر کنم حدوداً 3 جلسه یا 4 جلسه فقط تمرین داریم با چیزهایی که تا این جلسه یاد گرفتیم. شما با چیزهایی که تا این جلسه یاد گرفتیم میتونید ماشین حساب بنویسید، سیستم فاکتور نویسی فروشگاه ها رو بنویسید. الان همه رو دونه بدونه قرار جلسات بعدی بنویسیم و پیش بریم. و جلسه بعدی دیگه فکر نکنم توی این محیط کد بزنیم و وارد محیط جدیدی خواهیم شد. انشالله که یک چیزایی یاد گرفته باشید. ولی اگر
باز هم اینا رو یاد نگرفتید، اصلا نترسید، چون هر جلسه که میریم جلوتر اینها سبکتر میشن. شاید الان گنگ باشه براتون، ولی بریم جلوتر ساده و ساده و ساده تر خواهد شد. یعنی برنامه نویسی آب خوردن، یعنی هیچ کاری نداره، از هیچی نترسید. در پناه خداوند متعال باشید. یا علی مدد.